اساس ارزش‌های اخلاقی ایمانی در کودکی در اطفال در کودکان گذاشته می شود. مثلا سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می‌فرماید که فرزندان تو را تا 7 سالگی تربیت بکنید، تا 14 سالگی با آنها دوست باشید. یا مثل معروف عربی است العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. طبعا نمیشه که از این مدارسی که در غرب هست ما بگیم که فرزندان ما را نمیفرستیم، مجبور هستیم. قبل از مدرسه وظیفه مراکز اسلامی ساختن مهد کودک هایی که حداقل از سن 4 سالگی 5 سالگی کودکان در آنجا یک نوع تربیت دینی و ایمانی شوند. مشکل ما همینجاست که من عرض کردم که حکومت ها باید مداخله بکنن. ما مکاتب اسلامی رو در اروپا پیدا میکنیم ولی چنان قیمت است که مسلمان نمیتونه درس بخونه. درست. یعنی خودش یک مشکل است. به عوضی که ارزانش بکنه، آسانش بکنه، در اونجا تجارت به تجارت تبدیل شد. پول باید زیاد بدی و تو نیست که تعداد فکر میکنن که در اروپا همه چیز است. همه پیدا کردن پول هم بسیار سخت است. درست. و چطور میتونی که فرزندان تا در اونجا همیشه تو باید پول گزاف رو برش بپردازی. به این مناسبت من عرض میکنم که ای کاش که در رأس حکومت های قضیه تحلیل میشد که برای مدارس و مکاتبی که در اونجا ساخته میشد حکومت ذمه‌واری بگیره، حکومت رو حمایت بکن تا ارزان شود خدمات. وقتی که ارزان شود هر مسلمان میخواد که فرزندش ارزش‌های دینی را یاد بگیره. هر مسلمان میخواد. ما در افغانستان هم میبینیم یک پدر خودش نماز نمیخوانه، خودش ملتزم نیست، ولی بچهش همیشه به مسجد روی میکنه. برای صبح که فرزند بیچاره میاد به خاطر از اینکه درس بگیره می الف بیتی سر یاد بگیره. این چی معنا میرسونه؟ که پدر نمیخواد که فرزندش مثلش باشد. هیچ پدر نمیخواد که اولادش کسی بوده باشه که همین پدر را فردای روز در خانه کهنسالا بفرسته. این هیچ کس نمیخواد. اگر این پدر میخواهد که با فرزندش در وقت ریش سفیدی و پیچ سفیدی زندگی بکنه، که فرزند باید دین یاد داشته باشه. این فرزند ایره باید بفهمه که جسر یوسیلک الی الجنه، این پل است را به جنت وصل میکنه. این فرزند ایره باید بفهمد که انت و مالک لابیک. این فرزند باید ایره بفهمد که جنت زیر نقش پای والدین است. ایره باید درک بکنه. ایره باید بفهمه که خدا برش که وصینا الانسان بوالديه احسانا و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. بنان این پیام ها را خود در غرب شما پیدا نمیکنید. این پیام های دینی است و در مرکز دینی داده میشد. من به این باور هستم که مسلمان نمیخواهد که فرزندانشان به جای دیگری که در اونجا مشبوه هست برود. ما نمونهش همین ترکیه است استاد. اما افغانایی که در اینجا آمدن فرزندش کجا روی میکنه؟ شما باور بکنین با تمام قاطعیت گفته میتونه میگن که در مکاتب خطیب ببرینش. بله. چرا اونجا ببرو؟ میگه در اونجا چیه دینی است. مضامین دینی است. چرا این کارا میکنه؟ در افغان ها امین میخواهد، مسلمان ها میخواهد، ولی متاسفانه که قیمت درسی در اروپا مسلمان های ما به تجارت تبدیل کردن و یک چالش بسیار بزرگ است. این قضیه باید حل شود و درسای توعیوی که در مساجد روزهای شنبه و یک شنبه تنظیم می شود، این درس‌ها در حقیقت بسیار محدود است و ظرفیت والدین کلا خود دین نمیفهمند. اکثر والدین قضایا را نمیفهمند، بی سواد هستند از نظر دینی. مشکل بسیار بزرگ همین تربیت اولاد است که یقینا چالش بسیار بزرگ است و حکومت در این باید سهم بگیره و در این باید کوشش بکنه، پول مصرف بکنه تا مکاتب نمونوی هم در اینجا ساخته شد.